با درود به شما عزیزان شنونده و بیننده. قصه ای رو که برگزیدم برای این اپیزود از کتاب معروف مرزبان نامه هست و اما کمی در مورد مرزبان نامه. مرزبان نامه اثری ارزشمند در نثر فارسی است که گفته شده یکی از شاهزادگان طبرستان به نام اسپهبد مرزبان پسر رستم باوندی در قرن 4 به زبان تبری یا مازندرانی نوشته و چند سده بعد در بین سالهای 617 تا 626 هجری قمری توسط سعدالدین وراوینی از تبری به فارسی دری ترجمه و بازنویسی شده است. از اصل کتاب که به زبان تبری بوده امروزه اثری نیست. میتوان گفت هدف اصلی مرزبان نامه تربیت و هدایت خوانندگان در مورد اخلاق، رفتار اجتماعی و شیوه حل مشکلات زندگی است. قصه 3 دزد حریص. روزی بود و روزگاری 3 نفر دزد با هم شریک شده بودند و در دزدیدن مال مردم به هم کمک می‌کردند. آنها در شهر کوچکی زندگی می‌کردند و با هم دسته‌ای تشکیل داده بودند. با طرح و نقشه کسی را پیدا می‌کردند و با هم نقشه خود را عملی می‌کردند. یکی از کارهایشان این بود که در کوچه ها مواظب مردم می‌شدند تا ببینند چه کسی پول زیادی همراه دارد. وقتی کسی چیزی می‌خرید و بقیه پولش را در جیب می‌گذاشت، آن شخص را نشان می‌کردند، دنبالش می‌رفتند تا به کوچه خلوتی برسند. آن وقت یکی از دزدها میرفت جلوی آن شخص و محکم به او تنه میزد. آن شخص میگفت آقا این چطور راه رفتن است؟ مگر جلوی پای خودت را نمیبینی؟ دزد اولی جواب میداد فضولی موقوف، زیادم حرف بزنی با مشت توی مغزت میزنم. آن شخص هم عصبانی میشد و میگفت عجب آدم بی‌تربیتی هستی. دزد هم جواب میداد به من میگویی بی‌تربیت؟ بی‌تربیت خودتی، تو جرأت میکنی به من فحش بدهی؟ و جلو میرفت و با آن شخص به دعوا و کتککاری میپرداخت. آن وقت 2 نفر دزد همدست پیش می آمدند و مثل این که از موضوع خبر ندارند میپرسیدند چه شده؟ چرا دعوا میکنید؟ و از آن شخص که میدانستند پول همراه دارد پشتیبانی میکردند و میگفتند حق با آقاست، ولی حالا خواهش میکنیم یکدیگر را رها کنید و کمک میکردند تا آن شخص را از دست دزد اول که هم دست خودشان بود نجات بدهند. ولی در ضمن این حقه‌بازی پولهای جیب او را می‌دزدیدند و چون آن شخص اوقاتش تلخ شده بود و در فکر دعوا بود نمی‌فهمید و بعد از اینکه آنها می‌رفتند می‌فهمید آنها جیب بر و همدست بودند. یکی از حیله‌های دیگرشان این بود که می‌رفتند دکانی، مغازه‌ای را نشان می‌کردند که اطراف آن خلوت باشد و صاحب مغازه تنها باشد. آن وقت 2 نفرشان در خارج دکان به تماشای چیزی مشغول می‌شدند یا مثل رهگذرها راه می‌رفتند و یکی از آنها به مغازه وارد می‌شد و چیز کوچک و ارزانی می‌خرید و پول آن را می‌داد. وقتی جای پول‌های مغازه را یاد می‌گرفت میرفت بیرون در گوشه‌ای می‌ایستاد. دزد دومی وارد میشد و چیزی می‌خرید ولی پولش را نمیداد و جنس را بر می‌داشت و از دکان خارج میشد. هرچه صاحب دکان او را صدا می‌زد محله می‌گذاشت و میرفت. ناچار صاحب دکان دنبال او می‌دوید و میگفت آقا پول جنس را ندادی؟ باز هم جوابی نمیداد و میرفت تا صاحب دکان از مغازش دور میشد و به او میرسید. آن وقت دزد دومی میایستاد و میگفت ببخشید فراموش کردم، پولش چقدر میشود؟ صاحب دکان میگفت مثلا 100 ریال. آن وقت دزد حقه‌باز 5 ریال میداد و میگفت بیشتر از این ارزش ندارد و باز هم راه خود را میگرفت که برود. صاحب مغازه اوقاتش تلخ میشد و میگفت آقا این که وضع چیز خریدن نیست، قیمتش همین است که گفتم. باز دزد دومی چیزی میگفت و صاحب دکان را معطل میکرد و در این هنگام دزد اولی که جای پولهای مغازه را یاد گرفته بود میرفت، پولها را بر میداشت و میرفت و بعد از اینکه او میرفت دزد سومی پیش می آمد و صاحب مغازه را با دزد دومی آشتی میداد و جنسش را پس میدادند و میرفتند. صاحب دکان هم به مغازه‌اش برمیگشت و جنس را سر جایش میگذاشت
بعد از مدتی میفهمید که پولهایش را برده اند و آن وقت میفهمید که آن مشتریها دزد بودند و همدست بودند و با این حقه بازی دخل مغازه را برده اند. سه دزد حریص حیله‌های دیگر هم به کار می‌زدند و آنقدر از این کارها در شهر کوچک خودشان کردند تا چند بار گیر افتادند و چون چند بار هم به زندان رفتند و باز هم دست از دزدی بر نداشته بودند، حاکم شهر دستور داده بود آنها را سوار الاغ کنند و دور شهر بگردانند تا مردم هم آنها را بشناسند. این بود که دیگر همه جا رسوا شده بودند و مردم آنها را شناخته بودند. ناچار با هم قرار گذاشته بودند بروند در خارج شهر و در دهات دزدی کنند. سه دزد همدست از شهر خارج شدند و به دهات رفتند. اما در دهات همه مردم یکدیگر را میشناسند و چراغ دروغ و دغل زودتر خاموش می شود. با وجود این سه دزد همدست که سواد و تربیت نداشتند و تن خود را به کار عادت نداده بودند، باز هم دزدی می کردند و رسم دنیا این است که کار بد رسوایی را همراه می آورد و رسوایی بدبختی را. این بود که در ده هم آنها را شناختند و وقتی دیدند در دهات هم با دزدی نمی شود زندگی کرد، قرار گذاشتند بروند در بیابانها و راهزنی کنند. چند بار از رهگذران و مسافران چیزهایی گرفتند و مدتی گذشت تا یک روز که دکاندار یکی از دهات برای خرید جنس به شهر می رفت، خودش بود و الاغش و مقداری پول نقد که 1 سال جمع کرده بود و می برد تا از شهر جنس بخرد و به ده برگردد. دزدها در خرابه های بر سر راه کمین کرده بودند. همین که مرد مسافر مقابل خرابه رسید، راهش را بستند، پولهایش را گرفتند و می‌خواستند خودش را هم بکشند، اما التماس کرد که زن و بچه دارم و گناهی ندارم. گفتند بسیار خوب، چون دیگر چیزی نداری کشتن تو هم دردی از ما دوا نمی‌کند، اما برای اینکه ما را گیر نیندازی باید در همین خرابه بمانی. دست و پایش را بستند و در خرابه انداختند و الاغش را و خرجین پولش را برداشتند و از آنجا رفتند و دور از آن جاده بر در غار کوهی که بیشتر مخفیگاهشان بود منزل کردند. پولها را شمردند و چون چیزی از خوردنی باقی نمانده بود، قرار گذاشتند یکی از آنها به آبادی برود و خوراکی بخرد و بیاورد. در این موقع بر سر این که کدام یکی برود اختلاف پیدا کردند. یکی می گفت تو برو، آن دیگری می گفت تو برو. عاقبت 2 نفر که قوی تر بودند، یکی را که ضعیف تر بود وادار کردند به آبادی برود و خوراک بخرد، اما او گفت حالا که بعد از مدتی به پول و پله‌ای رسیدیم، میترسم وقتی من برمیگردم شما پولها را برداشته باشید و رفته باشید و باید پولها را من همراه ببرم. 2 دزد دیگر گفتند معلوم می شود تو خودت غرضی داری و میخواهی با این بهانه پولها را برداری و فرار کنی. چون رسم دنیا این است که اشخاص نادرست و بدکار باید همیشه در عذاب و ناراحتی باشند، خودشان هم به یکدیگر اعتماد ندارند. آنها هم همه از مردم می ترسیدند و خودشان هم هر یکی از دوتای دیگر می ترسید. عاقبت دزد اولی پیشنهاد کرد حالا که اینطور است و شما به من اعتماد ندارید، پس پولها را قسمت کنیم، من سهم خود را همراه برم تا خیال همه راحت باشد. 2 دزد دیگر گفتند مانعی ندارد، اما ممکن است در آبادی کسی تو را بشناسد و وقتی ببیند پول زیادی همراه داری گرفتار شوی، اما پول کم همیشه خطرش کم است و مفلس در امان است. به ناچار دزد ضعیفتر این دلیل را قبول کرد و به راه افتاد که برود از شهر خوراک بیاورد. وقتی او رفت و 2 دزد دیگر باقی ماندند، چون همیشه شخص غایب گناهکارتر است، بنا کردند درباره او حرف زدن. یکی به دیگری گفت اصلا معلوم نیست ما این آدم بی ارزه را برای چه با خودمان همراه کرده ایم. دیگری جواب داد من هم داشتم همین فکر را می کردم. همیشه ما 2 زحمت می کشیم و این یکی شریک می شود. اولی گفت در شهر هم همیشه او ما را گیر می انداخت. دومی گفت بله، حالا می خواهد گردن کلفتی هم بکند. اولی گفت فقط این خوبی را دارد که قیافش رنجور است و وقتی به شهر می رود کسی نمی فهمد که ممکن است این آدم دزد راهزن هم باشد.
و علاوه بر این میتواند خودش را به جای آدمهای با تربیت جا بزند. دومی گفت این حرفها کدام است؟ فکرش رو بکن. اگر هر سه تا لاغر مردنی بودیم که نمیتوانستیم با این وضع دزدی کنیم. گذشته از این، تو پول داشته باش، تربیت به چه درد میخورد؟ الان آن دکاندار با تربیت توی خرابه افتاده و ما یک خرجین پول داریم. همین که به یاد پولها افتادند و حرص پولها بر آنها غالب شد، هر دو چشمانشان برقی زد و به هم نگاهی معنادار کردند و اولی گفت پس میگویی پولها را 2 قسمت کنیم؟ دومی گفت همین را میخواهم بگویم، بگذار خوراک ما را بیاورد، با 1 مشت به حسابش میرسیم و پولها را بر میداریم و میرویم به جایی که هیچ کس ما را نشناسد و آن وقت با داشتن سرمایه بیشتر میتوانیم دزدی‌های بزرگتر بکنیم. اولی گفت صحیح است، من اصلا از ریخت این آدم بدم میآید. دومی گفت بله، خیلی بدجنس است. ندیدی چطور داشت نقشه میکشید که پولها را تنهایی ببرد و بخورد؟ حالا ما داغ پولها را به دلش میگذاریم. خلاصه 2 نفر قرار گذاشتند همین که سومی برگشت او را به کمک هم بکشند و پولها را نصف و نصف تقسیم کنند. آن دوست هم که رفته بود خوراک بخرد، میان راه پیش خود فکر کرد الان آنها دارند استراحت میکنند و من باید خود را به خطر بیاندازم. بی‌انصاف‌ها همیشه به من متلک میگویند که لاغر مردنی هستم. البته من بیشتر دوندگی میکنم و آنها سر به زنگاه خودشان را میرسانند و بیشتر میخورند و همیشه سهم مرا کمتر میدهند و به زور خودشان مینازند. مرا به آبادی میفرستند که قیافه مناسب تر است، اما قیافه خودشان برای خوردن و خوابیدن مناسب است. حالا 1 خرجین پول رسیده، این پولها آنها را حریص‌تر می‌کند و آخر هم 1 کاری دست من میدهند. من هم میدانم چه کنم. الان میروم و مقداری زهر میگیرم، در خوراک میریزم و وقتی برگشتم میگویم من در شهر غذا خوردم و خسته‌ام، میگیرم دراز میکشم. خودم را به خواب میزنم تا آنها غذای زهرآلود را بخورند. آن وقت خرجین پول مال من میشود. 1 خرجین پول. دزد لاغر همین کار را کرد. خوراکها را به زهر آلوده ساخت و برگشت. همین که از راه رسید، 2 شریکش که همقول شده بودند او را در میان گرفتند و آنقدر زدند تا هلاکش کردند و آن وقت با خیال راحت نشستند، خوراک به زهر آلوده را خوردند و خوابیدند. از طرف دیگر هم چند مسافر به خرابه رسیده بودند و دکاندار دهاتی را بسته یافته بودند و ماجرا را پرسیده بودند و دست و پای او را باز کرده بودند و دکاندار و همراهان رد پای الاغ را گرفتند و آمدند تا پشت کوه. رسیدند و دیدند الاغ با خیال راحت مشغول علف خوردن است و خرجین پول در کناری گذاشته و 3 دزد حریص هم به مکافات خود رسیدند و هر 3 نفر در برابر خرجین پول جان سپردند. پایان داستان. شاد باشید و سرفراز. لطفاً با شیر، لایک و سابسکرایب کانال قصه گرد را حمایت کنید.